چطوری توی 6 ماه زندگی تو و حال خودت تغییر بدی؟ تمام افراد موفق این کارو انجام میدن. تصور کن میخوای یک خونه بسازی. تو قبل از اینکه اون خونه رو بخوای بسازی به نقشه نیاز داری. یک نقشه که نشون بده خونه باید چجوری به چه شکلی ساخته بشه. بعد وسایل برای ساخت و ساز نیاز داری. آجر، سیمان، ماسه، آب، همه این چیزا. و تعدادی کارگر که اون کارو برات انجام بدن. نقشه و تمام این موارد دیگه. حالا تو برای اینکه زندگی تو و مهمتر از همه حال خودت رو تغییر بدی، اگر امروز ناراحتی، ناراضی، افسرده، استرس داری، ترس داری و میخوای اینا دست سرت بردارن، پس باید یه سری مسائل رو تو انجام بدی، یه سری کارا رو انجام بدی، یه سری وسایل مثل ساختن خونه رو فراهم بکنی و یک نقشه فراهم بکنی که بتونی یه خونه خوب بسازی، بتونی یه حال خوب برای خودت بسازی، بتونی زندگی خودت رو متحول کنی. با تغییر دادن حال خودت، با بهتر کردن حال خودت میتونی زندگی خودت رو متحول بکنی. و اول از همه یه نقشه است، چند تا کاری که باید انجام بدی. این 4 تا کاری که من انجام میدم از الان تا 6 ماه آینده. 1. استفاده از فضای مجازی رو محدود بکنی. بارها شنیدی مطمئنه که میگن قدیم مردم حال بهتری داشتن، خوشحال‌تر بودن، بیشتر عمر می‌کردن، حس و حال خوبی داشتن، کمتر ناراحت بودن، افسردگی اصلا وجود نداشت قدیما. و واقعا همینطوره. فضای مجازی، استفاده بی‌رویه از فضای مجازی باعث ناراحتی، افسردگی، استرس، اضطراب، ترس، همه اینا میشه. من نمیگم گوشی رو حذف کنید دفعه بذار کنار. دارم میگم که چرا استفاده از گوشی بیش از اندازه این احساسات برات به وجود میاره. چون فضای مجازی متاسفانه به خاطر ذات طبیعی ما که غرق چیزای منفی و سطحی میشیم، فضای مجازی متاسفانه پر شده از این جور چیزا. من خودم معتقدم اینترنت و شبکه‌های مجازی برای کمک به ماها ساخته شدن، اما متاسفانه مثل هر چیز دیگه انسان‌ها اومدن و خراب کردن، درست ازش استفاده نمی‌کنن. اما اونم راه و روش داره، این که تو کنترل بکنی محتوایی که استفاده می‌کنی. آدمایی که حس و حال بدی بهت میدن، ضد حال میزنن، سایت‌های خبری، همه اینا رو به سادگی میتونی حذف بکنی. چرا؟ چون اینا احساس بدی به تو میدن. پس بهتره بذارشون کنار. آدمایی رو دنبال بکنی، صفحه‌ای رو دنبال بکنی مثل دنیای واقعی، مثل دنیای واقعی که تو با کسایی میپری که به تو احساس خوب میدن، باشون حال میکنی. فضای مجازی هم همینجوره. تو صفحه‌ای رو دنبال بکن، اشخاصی رو دنبال بکن که به تو حس و حال خوب میدن، به تو انرژی میدن. وقتی اونا رو میبینی انگیزه میگیری، میخوای بهتر زندگی بکنی، شادتر زندگی بکنی. اونا رو دنبال کن. چرا باید گوشی تو کمتر استفاده بکنی؟ برای اینکه باعث میشه حس و حال بهتر داشته باشی، باعث میشه شادتر باشی. و مهمتر از شادی مگه چیز دیگه ای هست؟ تو وقتی شاد باشی، حال خوبی داشته باشی، زندگی هم باب میلته، از زندگی راضی و تلاش میکنی، روحیه داری، انگیزه داری، تلاش میکنی برای خواسته ها، برای چیزایی که میخوای. 2. کار کردن روی خودت. این که به خودت اهمیت بدی، خودت اولویت زندگیت بذاری. باید زندگیت، فعالیتات یک هسته مرکزی داشته باشه که همه چیز دور اون بچرخه، اون در مرکز باشه. و اون چیه؟ خودتو، سلامتی تو، تندرستی تو. روی خودت کار کن. باشگاه برو، شروع کن به ورزش کردن. چرا باید این کار بکنی؟ چون که اگر نمیدونستی، طبق تحقیقات بدن از سن 25 سالگی به بعد شروع میکنه از درون خودش به تخریب کردن. ما الان نمیبینیم، الان 31-2 سالمه، بدن من شروع کرده به تخریب کردن خودشو، کم کم تخریب میکنه و سن 40-50 به بعد یهویی بدن نابود میشه. دیدی یکی سری رو مثلا شاید چند ماه یا چند سال ندیدی، بعد یهو میبینیش میگی فلانی چه داغون شده. به خاطر همین از 25 سالگی به بعد بدن شروع میکنه به خود تخریبی. و تو هر چقدر ورزش بکنی، سالم تغذیه بکنی، خودتو در اولویت قرار بدی، تو روند پیری تو جلوشو میگیری، باعث میشه که سالم و سرحال‌تر بشی. چرا باید این کارو بکنی؟ چون تو سالم و سرحال‌تر میشی، طولانی‌تر عمر میکنی. آیا مهمتر از سلامتی چیز دیگه هست مگه؟ آدمایی که سالمن صدها آرزو دارن، صدها خواسته و هدف دارن، اما کسی که بیماره تنها یه خواسته داره، این که سالم باشه. ارزشمندترین دارایی تو سلامتی توئه. ازش درست استفاده کن، روش کار کن، روش وقت بذار تا بتونه در دراز مدت به تو کمک بکنه. تصور کن صبح چشاتو باز میکنی، توی سرت انقدر انگیزه و هدف آتشین داره که میخوای بدوی بری دنبالشون، اما از تخت نمیتونی بلند بشی. چرا؟ چون بدنت ضعیفه، چون هیچ قدرتی نداره، هیچ توانی نداره. سلامتی در اولویت، روش کار بکن، باید مرکز باشه. زمان مدرسه رو یادته؟ معلم ازت سوال میپرسید یا توی کتاب سوالی بود باید جواب میدادی. حتی اگه تو جوابشو نمیدونستی میرفتی توی کتابو میگشتی یا کتابای کمک درسی میگرفتی، جواب رو پیدا میکردی یا تحقیق میکردی یا از پدر مادر حتی در مورد اون سوال میپرسیدی تا جوابی براش پیدا بکنی. پس چرا دیگه الان اون کار نمیکنی؟ چرا از خودت نمیپرسی دلیل حال بد من چیه؟ چرا احساس بدی دارم تو این لحظه؟ هدفم از زندگی چیه؟ معنای زندگی برام چیه؟ اصلا زندگی چه معنایی داره؟ چرا این سوالا رو از خودت نمیپرسی؟ مطمئنم میپرسی، خیلی میپرسن، اما چرا دنبال جواباش نمیری؟
چرا مثل دوران مدرسه یه خودکار دفتر ور نمیداره سوالا بنویسی و شروع بکنی توی کتابا دنبال جوابا بگردی؟ چرا از دیگران نمیپرسی که جواب این سوال چیه که جوابشو بفهمی و ازش توی زندگیت استفاده بکنی؟ اون جوابا رو انقدر بخونی تکرار بکنی مثل زمان مدرسه که توی زندگی واقعی بتونی ازش استفاده بکنی. تکرار مادر تمام مهارت هاست. تو با تکرار میتونی هر مهارتی رو یاد بگیری. مثل همون قانون 100 ساعت. میگن اگه روی یک فعالیتی 100 ساعت وقت بذاری متمرکز، تو توی اون کار تا اندازه‌ای حرفه‌ای میشه، یاد میگیری اون کارو، قلقش دستت میاد. به همین سادگی. مثل دوران مدرسه سوالاتو بنویس، همه رو نذار توی ذهنت انبار بشه. ذهنتو تبدیل کردی مثل یک انبار، فقط اطلاعات توش انباش نمیشه بدون که جوابی براشون داشته باشی. کارکرد ذهن برای اینکه ایده خلق بکنه، فکر خلق بکنه. پس از ذهن جور استفاده کن، از ذهن جور استفاده کن برای کاری که براش ساخته شده. ذهن برای خلق ایده ها ساخته شده، نه انبار، که متاسفانه امروز اکثر مردم ذهن رو تبدیل کردن به انبار و همش اطلاعات اضافی داخلش انبار میکنن. 4. در مورد خودت یاد بگی، در مورد خودت کنجکاو شو، در مورد خودت مطالعه کن. خودت، زندگیت، خواسته هات، کارهایی که میخوای بکنی، از خودت بپرس که چی منو تا به اینجا کشونده؟ چه چیزی باعث شده که به این نقطه برسم؟ این شرایط داشته باشم، این حس و حال داشته باشم، وضعم اینجوری باشه، همچنین حس و حال داشته باشم. از خودت بپرس، درباره خودت بپرس، به خودت جواب بده، روی خودت کار کن. در مورد مثل همون قبلی، در مورد سوالایی که نمیدونی برو توی کتابا بگرد. تهش اینه که ما میخوایم حال خوبی داشته باشیم و وقتی حالمون خوب باشه از نظر روحی، روانی و جسمی، بعد دنبال چیزهای دیگه میریم. سلامتیمون، حس و حال خوبمون در اولویته. پس چرا کار نکنیم که حالمون خوب باشه؟ پس چرا دنبال جوابایی نریم که وقتی اونا رو بفهمیم، درک بکنیم، باعث میشه حالمون بهتر بشه تا بتونیم دنبال بقیه چیزا بریم. آره خب امروزه اینجوری شده که موفقیت و پول، نه که این چیزا مهم نیست، واقعا مهمه. تو این دنیا بدون پول نمیتونی کار بکنی، این واقعیته. اما اگر قبلش حس و حال خوبی نداشته باشی، از نظر جسمانی سالم نباشی، قدرتمند نباشی، توانا نباشی، چجوری میخوای بری دنبال پول؟ هیچ کسی با احساسات بد، با حال بد نمیتونه بره دنبال پول و موفقیت. اول از همه باید حال خودت خوب بشه، خودت با انگیزه باشی، شاد باشی، سالم باشی تا بتونی بری دنبال اونا و خودت در اولویت قرار بدی، روی خودت کار بکنی. اگر دوست داری در مورد اعتماد به نفس بدونی، میتونی این یکی ویدیو رو نگاه بکنی.